سلام بچه‌ها، روزتون بخیر، شبتون بخیر. امیدوارم هر جای این دنیا هستید حالتون خوب باشه. از سری برنامه‌هایی که قرار شد با هم دیگه توی 3 تا ولاگ هم بریم جای مختلف و کشورهای دیگر رو ببینیم و هم در رابطه با مهاجرت با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. امروز قراره بریم یکی از جایی که 0 تا 100 ساخت قهوه رو می‌بینیم و توی همون کارخونه قراره با هم دیگه قهوه بخوریم. و البته من قراره در رابطه با یه موضوعی که متاسفانه همین امروز خبرش رو شنیدم و ترافل بن آمریکا برای ایرانی هاست بیشتر صحبت بکنیم. ببینید کلاً قراره امروز بگم مهاجرت هوشمندانه تو عصر تکنولوژی واقعا چه مهاجرتیه. راستی اگه کانال رو سابسکرایب نکردید خیلی خوشحال میشم کانال سابسکرایب کنید و حتما این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. خیلی دوست دارم بهتون کمک بکنم که اگر به مهاجرت یه گوشه‌ای در واقع در زندگیتون دارید فکر میکنید تصمیم گیری داشته باشید که در آینده واقعا ازش راضی باشید، فارغ از مزایا و معایبی که هر مهاجرتی، هر کشوری و هر فردی تو مسیر مهاجرتش داره، شما بتونید به اون تصمیمتون یک نمره خیلی خوب بدید، نمره بالای 15 از 20 بدید. امروز قراره بیام در مورد این موضوع صحبت بکنم. حالا قضیه از چه قراره؟ ببینید باز هم آمریکا با اومدن ترامپ مشخص بود که قرار هست دوباره برنامه‌های مهاجرتیش رو علل خصوص برای کشورهایی که تو خاورمیانه‌ان و قطعاً ایران لحاظ بکنه. اما اگر توجه بکنید اومده یه نکته رو گفته اونهایی که 2 تابعیتی هستن و تابعیت یه کشور دیگر رو دارن براشون مشکل زیادی به وجود نمیاد و احتمالاً هم همین خواهد بود، چون من در بین دوستانم که به آمریکا سفر کردن برای کارهای استارتاپی و کلا کارهای بیزینسی زیاد دیدم که اون بازی که در انگلستان بودن این اتفاق براشون نمیفته. حالا 2 تابعیتی اصلا چیه؟ اگر که نمیدونید یعنی این که شما جز این که تابعیت کشور ایران رو دارید از طریق در واقع یک سری از ویزاهایی که قبلا مهاجرت کردید از طریق اونا مثل دانشجویی، کاری، گلوبال تالنت تونستید در واقع تابعیت اون کشور رو به دست بیارید، انگلستان، کانادا، اروپا. حالا این اتفاقی که میخوام در رابطه باهاش صحبت بکنم، مهاجرت هوشمندانه چیه؟ بارها تو طول این 4 سالی که با خیلی از بچه‌هایی که گلوبال تالنت رو گرفتم، ویزای استارتاپ رو گرفتن صحبت کردم و یه نکته خیلی جالبی که وجود داشت، همه در واقع این بچه‌ها رزومه های خیلی خوبی داشتن و واقعا خیلی هاشون افراد خبره در فیلد خودشون و به خاطر همینه که گلوبال تالنت رو دریافت کردن. یه نکته ای رو همشون میگفتن که برای خود من وقتی پای صحبت این عزیزان میشستم جالب بود. اونم این بود که درسته که من رویای رفتن به آمریکا دارم، درسته که من دوست دارم فرصت هایی که در آمریکا هست رو هم برای یه کارم داشته باشم، اما واقعیت اینه که باید یه تصمیم گیری هوشمندانه داشته باشم. چرا باید 4 سال، 5 سال، چه بسا خیلی بیشتر منتظر این بمونم که تکلیف ویزای من برای رفتن به آمریکا مشخص بشه؟ چرا نیام گاهی اوقات پل‌های دیگه رو برای خودم ایجاد بکنم که از طریق اون پل‌ها بتونم به یک نتیجه خوبی برسم؟ و خواستم از اینجا بهتون بگم واقعا این صحبت الان در این برهه‌ای که از تاریخ داریم زندگی میکنیم خیلی خیلی مؤثر بوده. من واقعا الان دارم میبینم بچه‌هایی که ویزای گلوبال تالنت رو گرفتن و پاسپورتشون رو دریافت کردن تو طول این 5 سالی که گذشت دارن برنامه‌ریزی میکنن برای سفر به آمریکا، دارن برنامه‌ریزی میکنن برای سفر به کانادا و حتی دارن برنامه‌ریزی میکنن برای رفتن به دبی. شاید براتون سوال بشه چرا واقعا دبی؟ ببینید خیلی از بچه‌ها هستن که دارن تصمیم میگیرن برن اونجا به دلیل نزدیکیش، آب و هوایی که در واقع حالا تایم زیادتری گرم هست و حتی فرصت‌های بیزینسیش به اونجای نیم نگاهی داشته باشن. با پاس ایرانی واقعا یه سری چالش‌های زیادی رو خواهیم داشت برای سرمایه‌گذاری، برای هر پلن برنامه‌ریزی که در این کشور خواهیم داشت و در هر کشور دیگه‌ای.
ولی وقتی شما پاس یک کشور معتبر رو دارید خیلی از محدودیت ها حذف میشه و اصلا برنامه های شما خیلی منظم تر میره جلو و محدودیت ها برداشته میشه. اگه بخوام تو سال 2025 به این پرسش پاسخ بدم که چرا آمریکا واقعا اینقدر به خاورمیانه حساسه، باید از نگاه خودم یک نکته رو بگم، چون خیلی از چیزها قابل پیگیری نیست. شما وقتی در یک کشوری مثل انگلستان، مثل کانادا درس میخونید، کار میکنید، همه کارهای شما طبق قوانینی استاندارد که کشورهای دیگه از اون هم مطلع هستن میره جلو. مثلا فرمت پی اسلیپ، فرمت قرارداد در کشور انگلستان وقتی شما به عنوان یک کارمند هستید کاملا مشخصه و یک اویدنس بسیار معتبره. اون کمپانی که شما توش کار میکنید در انگلستان و در واقع دارید با اون همکاری میکنید، جز اون شرکت هایی هست که میشه رکوردش رو دید. یعنی یه شرکتی نیستش که همینطوری تأسیس شده باشه و همینطوری توسط یه سری از افراد اداره بشه. نه، اون شرکت چون داره به صورت قانونی کارهاش رو به دولت گزارش میده و به همون ترتیب روال استخدامی شما رو طبق استانداردهای کشور میبره جلو، پس میتونیم بگیم شما طبق قوانین دارید کاری رو انجام میدید که این قابل گزارش شدن به یک کشور دیگه است. و برای همینه که من وقتی قراره 5 سال سابقه کارم رو در انگلستان به کشور آمریکا گزارش بدم، برش راحت تره تا زمانی که بخوام این 5 سال رو از ایران گزارش بدم. میدونم که خیلی از شما زحمت میکشید، کار میکنید، تلاش میکنید، ولی واقعیت اینه که حتما این جمله رو شنیدید. میرید از مدیرتون نامه بگیرید، مدیرتون میگه من این نامه رو مثلا برای کشور آمریکا اگر بخوای ارائه نمیدم، این نامه اگر برای کشور انگلستان بخوای ارائه نمیدم. همه اینها باعث میشه که شما نتونید یک ترک رکورد خوب رو از خودتون نشون بدید و چه بسا خیلی از افراد سودجو هم باشن که این وسط کارهایی رو انجام بدن که همیشه به ضرر در واقع افرادیه که تلاش کردن. و خب دارید میبینید دیگه همه این قوانین به خاطر این که افراد سودجو نیان سودشون رو بردارن و برن، همه بتونن به یک در واقع به یک راه درستی به نتایجشون برسن. پس میتونم بگم تو مهاجرت هوشمند اگر قراره با هم دیگه الان بریم یه کافی بخوریم توی ایتالیا و بیشتر با هم دیگه در مورد این موضوع صحبت بکنیم، بچه‌ها فرصت هایی رو که ممکنه در کشورهای دیگه به دست بیارید رو بهش خیلی فکر کنید. اون رو به این حساب نذارید که من اگه این مهاجرت رو انجام بدم برام سخت بشه، بعد نمیدونم از ایران هم اومدم بیرون بازم دارم تلاش میکنم، دارم هر روز صبح زود بیدار میشم. به این فکر کنید که دارید یه رکوردی از خودتون به جا میذارید که به عنوان یک فرد پرتلاش، به عنوان یک فرد در واقع خبره در فیلد خودش که در هر سطحی هست، یک رکورد خوبی رو دارید ثبت میکنید و اتفاقا در یک کشوری هست که راحت‌تر میتونید اون رو گزارش بدید به کشور بعدی. و خلاصه خواستم بهتون بگم خیلی از بچه‌ها سوال میپرسن که ما چرا بیایم گلوبال تالنت انگلستان رو بگیریم. اگه بخوام یه قسمت دیگه مهاجرت هوشمند رو بهش بپردازم، بحث تفریحاتی هستش که شما راحت‌تر میتونید به اون دست پیدا بکنید. مثلا زمانی که شما در انگلستان هستید خیلی راحت میتونید، چون دارید کار میکنید، دارید فعالیت میکنید و درسته با پاسپورت ایرانیتون ممکنه همچنان در واقع در این کشور باشید و در سالهای اولید، اما میتونید خیلی راحت برید برای ویزای شنگن اقدام بکنید با یک هزینه خیلی کم، با یک اعتبار خیلی خوب، سفرهایی رو داشته باشید که شاید قبلا اگر قرار بود اون رو از کشورهای آسیایی و در واقع از ایران بخوایم اقدام بکنیم هزینه چند صد برابری داشت و کلا پروسه گرفتن ویزاش زمان بر میشد. ببینید مهاجرت خیلی سختی داره، درسته، اما چیزی که من باز هم میگم تو این چند سالی که با خیلی از بچهای متخصص صحبت میکردم، زندگی در واقع خیلی از بچه‌ها رو از نزدیک شاید دیدم و
با هم دیگه بیشتر صحبت میکردیم این بوده که ما تو ایران هم تلاش میکردیم، اما واقعیت اینه که یه جاهایی اون تلاش ما دیگه متوقف میشد و هیچ نتیجه‌ای نمیداد. تورم بود، این بی‌ثباتی در واقع اقتصادی به ما جوونا خیلی ضربه زد و این واقعیتیه که نمیشه انکارش کرد. هر چقدر هم که بگیم همه چیز خوبه و هیچ جا وطن نمیشه، اما اون وطن هم گاهی اوقات نسبت به آدم‌هایی که تو اون کشور زندگی میکنن مسئوله. همه چیز دست ما نیست، این رو بیاین قبول بکنیم. ما باید بتونیم وقتی تلاش میکنیم نتیجه اون زحماتمون رو ببینیم یا به نحو احسن بتونیم برای آیندهمون برنامه ریزی بکنیم. وقتی شما تلاش میکنید و میبینید که رویاهاتون اینقدر گاهی اوقات بزرگ میشه و دست نیافتنی، خب در صورتی که همون رو میبینید یه فرد مشابه در یک کشور دیگه تلاش میکنه و به دست میاره، این تبلیغ مهاجرت نیست، این واقعیت زندگی یک جوونیه که قراره تو عصر ارتباطات بهترین تصمیم رو بگیره. چه بسا خیلی از بچه‌ها در ایران هستن دارن فریلنسری کار میکنن، درآمد در واقع دلاری و پوندیشون رو هم دارن و از این موضوع راضین. مخاطب من الان در بین این صحبت‌ها بحث مهاجرت هوشمنده. اتفاقاً میگم گاهی اوقات شما باید سفر کنید، مهاجرت کنید به یک کشور دیگه، رزومه بهتری رو میسازید، چه تحصیلی چه کاری، و وقتی برمیگردید ایران از اون پتانسیل ها بازار استفاده میکنید و خب این خیلی شرایط خوبی رو برای شما به وجود میاره. به این معنی مهاجرت رو نمیگم انجام بدید که دیگه خداحافظی کنید با اون کشور، نه. خیلی از بچه‌های کشورهای چین، کشور امارات میان توی انگلستان تحصیل میکنن، دوره‌های بیزینس میگذرونن، برمیگردن میرن کشور خودشون و اونجا دوباره در واقع با یک سطح و لول دیگه‌ای زندگی رو شروع میکنن و خب خیلی هم به نفعشونه. در کنار خانواده‌ان، در واقع در همون کشوری هستن که همون زبان رو در واقع دارن و حتی میتونن پل‌های خیلی خوبی رو برای کشورشون به وجود بیارن. دلیل صحبت من این نیستش که مهاجرت رو تبلیغ کنیم، میگم هوشمندانه تصمیم بگیرید. و اتفاقا وقتی یکی عین من میاد بررسی میکنه خب من به این دلایل مهاجرت کردم و الان به این اهدافم رسیدم و شاید هم بخوام یه نیم نگاه برگشت ایران داشته باشم چون میخوام مثلا به خیلی از بچه‌ها کمک بکنم، همچنان دوست دارم که در واقع ارتباطاتم رو با کشور مبدأم داشته باشم و با وطنم داشته باشم. اینا همش اون نکته که اول بهتون گفتمه، از مهاجرتتون یه عدد خوب به خودتون میدید. میگین من از این 15 به بالا میخواستم بگیرم، 15 به بالا رو گرفتم، یا در واقع کیفیت خوبی رو برای مهاجرتتون در واقع در نظر گرفتید فارغ از نمره عددی. تصمیم من برای ساخت این 3 تا ویدئویی که با هم دیگه هم سفر بکنیم و هم صحبت بکنیم این بود که خیلی فضا اختصاصی نشه در رابطه با مهاجرت و کلا مسیرهایی که توی این بازه زمانی وجود داره و همچنان به این فکر بکنیم که درسته ما آینده رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما میتونیم برای آینده تصمیمایی بگیریم که یه خورده خوشحالتر باشیم ازش، تحقیق کرده باشیم، هر کاری رو که در موردش اطلاعات بیشتری به دست بیارید و بعد انجام بدید مطمئن باشید نتیجه هرچی باشه بهترین اتفاق برای شما خواهد بود. خیلی دوستتون دارم، خیلی ممنونم که برای من کامنت می‌نویسید. سعی می‌کنم همه کامنت‌ها رو جواب بدم و خیلی خوشحال میشم که کانال من رو هم به دوستانتون که توی مسیر مهاجرت هستن معرفی بکنید. به امید دیدارتون تو ویدئوی سوم. قرار برم یک کشور بی‌نظیر که حیرت انگیزترین خیابون‌های دنیا رو داره. تو ویدئوی سوم می‌بینمت.